با دونستن این نکته تلفظی مثل نیتیوا صحبت کن. تو زبان انگلیسی اگر یه همچین عبارتی داشته باشیم که یه کلمه با تی تموم شه و کلمه بعدی با وای شروع بشه، تی و وای صدای چه میدن. یعنی مثلا این عبارت رو به جای اینکه بگیم don't you میتونیم بگیم don't you. Don't you dare. Don't you dare. Don't you. میبینید صدای چه شنیده میشه. یا این یکی want you. Want you. البته میتونیم هم بگیم want you ولی سریعتر و نیتیو ترش اینجوریه که بگیم want you. یا حتی without you. Without you. Without you. حالا اگر یه همچین عبارتی داشته باشیم که کلمه‌ای با دی تموم شه و بعدی با وای شروع بشه، دی و وای با همدیگه صدای ج میدن. مثل چی؟ Did you. You did you? یا need you. Need you. I need you. I need you. Would you. Would you. Oh, you would you? حالا شما یه عبارت دیگه به هم بگید که دی و وای توش صدای ج بده. برام کامنت کنید.